روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم. چه خیلی که در اینجا دیده شده دسترخوان پرتفته مهمون آمده خونم. منگی ما باشه نه فریزه کسال شده خانمون مهمون آمده نکیم فریزه کسال فریزه ده تیتی آوردی. اوه چین شای میپوشی فریزه بیا بپوش. ها نم خیلی چین میکنی اینم خیلی چین میکنه. برو که جینس داری فریزه؟ جینس کتی میپوشه؟ دوستان عزیز یکم بار در این پیلتا مسنجم اوقات میکنیم. من فقط اولی کارتشکا بریون کرده بودم دینه و گفتن خیلی کسرول نمیشه، خیلی باید چی بخری تنکاکو خیلی بخری. گفتن نصیب انشالله میخریم و خیلی هم خیلی تو خریدمونه دمی اوقات کردن میگیریم و این اینجا که چیش پست بلند میکنی ما ده همی ده بلندترش موندگیم ده همه بلندش اینجا پست بلند میکنی نمی 32 دمونم آش میکنم نصیب باشه. چه خیلی که گفتم مهمان اومده که خونه نه خیلی محصولات آش چه تیار کردم ولی آش میکنم با آخرانده نشان میتیم که چه خیلی آمدینه درم درنش قاق شد پیلتای خیلی زور بوده وزیرشته تعریف نکنیم شه سوزه. دوستان عزیز دیگه چشمونه و همی کلچوش نشان بدیم. خالم کلچه ورده خالم اومده گه نم خیلی چپاتی ورده ایمونه و کلچه مولوی مکبا مزاک کسی یاد کده بیایه مرحمت خیلی دیگه مایده چویدوش نیو اومده همیوش محقول شد بیته. دوستان عزیز خیلی پیلتای زور بوده در اوجاری کرد. اینه دوستای عزیز آشمون تیار شد. یه هاور شد کشیدم با ما اشتیای تام تا آخر ولوگ با ما باشه دوستان عزیز. و دوستان عزیز در اینجا باشه چه خیلی که گفته بودم خالم میوه خالم خیلی شوله را نغز میبینه کم ترک شوله میکنم. اینجا آب انداختم برنج کتیم ما امیره شوله میگیم دیگه نمیدونم شوله هرچی میگن ما ایره شوله میگیم ایره آش ترش هم میگن. نمی خیلی انداختم موزی انا می خیلی بی سبزه کم داختم دوستای عزیز و میمونم که بجوشه و از همه خواهش که در حق فریزه جان ما یک دعا کنید ایس دینه شوای مزش نیسته اوزی خواه تمپراتوره نمی خیلی نمیتونه خوچه برداشته. فریزه هم خیلی عدد داره که اگر بیمار شوه ای جوش نمیخزه فقط خواه میشه. چه خیلی که دیده سده در اینجا در پاکتو ما این اینجا یک وقت علافی کوکی خریدگی بدیم نمیدونم که چه خیلی میشه زمرازید کدگی میشه اوزی میاندازم میشه ای قوق کدن نکتم زمرازید سبزک میسته اوزی چی میکنم میشه اینه اسپلاقای نیمشه میاندازم اوزی که جوشید اونایی سیاه علافای همشه میاندازم هم خیلی تیار میکنیم نصیب باشه. ایرا نیمشه میگیرم نیمشه باگشته میمونم در مرزلنیک برای که کم کدیستم و بسیاری بد میشه علافش نمیخیل همیدی تره با میاندازم. یک پیازی سفید میاندازیم و دوستای عزیز چه خیلی که دیده نمی رنگ زنده است دنیو سیاه علف ایرا خشروق خواه کدگی بودم اینه ای خشروق خواه نکده بودم در ریزه کده مونده بودم و چسبیده اینه ای جدا شده اینه همین خیلی علفاش هم داختم یک بجوشه تیار نمکش میاندازیم تیار میشه. چی هم داختم پیازی سفیده اینه می خیلی تیارک میشه اینه علف دارکش با مزه
بعد یک سالتی دهقانی میکنیم. با کم درک آخرانش ده نشون میتیم سالتی دهقانی مونه. دوستان عزیز، انمی خیلی سالتی گفتگی من تیار شد. فقط که بخلاجانش ندوختم، یکون کودک‌ها رو بکشم به بخلاجان میادازم و یا سیرانا جدا میکنن و در اینجا ویدیو رو به پایان میرسانم. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد و یک چیز را با خیر کنم. همسایه‌مون با گوشت آورد، خیر کرده، خدا خیرش قبول کنه. شما هم دعاگو باشد چی مراد کدای به مرادش برسه، خیر کدگیش خدا جان قبول کنه.